وزارت مدافع تاجیکستان خبر داد که در 20 روز اول موسم تیرماهی دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان نقشه دعوت علاقه در جمهوری 52% اجرا شده است. بعد 10 روز اول دعوت تیرماهی این وزارت درباره 40% اجرا شدن نقشه حساب داده بود. پلکونیک فریدون محمد علی زاده سردار مرکز مطبوعات وزارت گفت ولایت مختار کوهستان بدخشان نقشه تیرماهی دعوت را 100% اجرا کرده. نویه‌های درواز، ونج، روشان، راشقله، شغنان، اشکاشم، مرغاب و شهر خاروق در این ولایت اجرای نقشهشان را علاقه در دوام 10 روز پوره به انجام رسانیده بودند. این چاره‌بینی مهم سیاسی در شهر و نواحی ولایت سوق نیز متشکلانه ادامه داشته. اجرای نقشه در این ولایت در دوام 20 روز زیاده از 41.2% را تشکیل می‌دهد. از جمله از مجموع عمومی 25 شهر و نواحی ولایت ختلان تا این دم نویه‌های شمس‌الدین شاهین و ناصر خسرو از اجرای پروژه نقشه دعوت گزارش داده. اجرای نقشه در قلمرو این ولایت نیز در مدت 20 روز بیش از 40% را در بر میگیرد. خبر داد سخنگوی وزارت مدافع. همین طور در 20 روز اول اجرای نقشه در شهر و نویه‌های تابع جمهوری زیاده از 70% تشکیل داده. علاقه شهر و نواحی وحدت، رشت، نورآباد، سنگوار، تاجک آباد و لخش از انجام نقشه برای آنها پیش بینی شده گزارش دادند. در جریان 20 روز چاره‌بینی های دعوتی نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه نقشه پوره اجرا شده. در عموم در پایتخت اجرای نقشه 79% را تشکیل می‌دهد. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه بهار در ماه‌های اپریل و می و تیر ماه در ماه‌های اکتبر و نوامبر صورت می‌گیرد. روز 1 اکتبر در تاجیکستان رسما موسم تیرماهی دعوت به صف قوه‌های مسلح آغاز یافت. دعوت تیرماهی تا 30 نوامبر دوام می‌کند. این نخستین دعوت در پی قبول قانون درباره خدمت الترناتیوی است. بر اساس آن شهروندانی که نمی‌خواهند 2 سال خدمت حربی بروند می‌توانند با پرداخت 25200 سامانی مبلغ به بودجه دولت همگی 1 ماه خدمت کنند. بسیاری‌ها امیدوارند که این قانون زمینه را از زیر پای کروپسیا در ساختارهای کمیساریات‌های حربی زده به تجربه بدنام شده ابلاوه نقطه می‌گذارد.